حسن کریمov از یک کنار، فرهاد قرالov از کنار دیگر کمک میرسانند. داور چهارم خورشید دادابویف است و امکانیت خیلی خوب فتح‌الله علیمزاده، ضربه و گل. توجه میکنیم بار دیگر البته بهتر خرج هجوم حمله دسته اسخطه سنجر اسخیبایف در داخل جریمه گاه پرتاب زمینی و امکانیت و محمد شریف سعید خوجا پاسی محمد شریف با داخل جریمه گاه فرصت خیلی خوب گل زدن ضربه و گل. کبیر سلیم شایف دوستان ارجمند حساب رقابت را چگونه محمد شریف سعید خوجا پاس با کنار میدهد و بعدم وسط میدان کبیر سلیم شایف پرتاب با کناری راست از اون تو بازم خیلی خوب و سر وقت برمیگردد با داخل جریمه گاه جمشید محسوم پس پا میافتد. کبیر سلیم خطا باید تو با داخل جریمه گاه برساند. امکانیت خیلی خوب فردوس چقلف هجوم خیلی خوب به فوتبالبازان دست روشن امکانیت برای ضربه زنی ضربه و گل. فتح‌الله علیمزاده دوستان ارجمند ببینید که بازی نکردند دو نفر عزت ترسونوف درول میخواست حمله رو آغاز کند ولی این آغاز حمله دسته روشن است. پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت ضربه و محمد شریف سعید خوجا توپ را به دروازه وارد نکرد ولی حمله ادامه دارد. پس یک ضربه دیگر و الکسی فیرسوف میتوانست گل چهارمی پس به کناری راست ارسال به داخل جریمه گاه و امکانیت عالی برای زدن گل ضربه و گل. نه به میدان آمد تا حال به توپ نرسیده است و نخستین رسش به توپ با گل میتوانند از بینوهای بلندیشون از کرانها ضربه با خط هجوم و اینجا دروازه‌بان باید توپ را بگیرد. اسمی دویمی دیدار پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت نوبتی ضربه و توپ اینجا پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت نوبتی و این حالت را مهربان کریمov برطرف میکند. داور صداش که خود را بالا میکند. دوستان ارجمند 5 دقیقه که زم کرد به انجام رسیدن در کل مخلصان دسته روشن را با اولین پیروزیشون در موسم کنونی. بودم اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.